سلام كمسك الختام. صبر کنندگان را مژده ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. الله سبحانه و تعالی می فرماید: البته شما را به اندک ترس و گرسنگی و بینوایی و بیماری و نقصانی در محصولات می آزماییم و صبر کنندگان را مژده ده. کسانی که چون مصیبت به آنها رسید گفتند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. درود و رحمت پروردگارشان بر آنان باد که هدایت یافتگانند. سوره بقره آیت های 155 و 157. الله سبحانه و تعالی در اول آیت به ما خبر می دهد که ما را با یک چند نمود مصیبت ها امتحان می کند و ما باید صبر کنیم. از جمله با خوف، یعنی با ترس و گرسنگی و بینوایی، بیماری، نقصان در محصولات، وفات خویش و تبار، نزدیکان، پدر و مادر، فرزند و این چنین دیگر نوعی مصیبت ها. و در دوام آیت می فرماید و بشیر الصابرین، یعنی به صبر کنندگان مژده ده. شخصانی که صبر کردند ناوابسته از آن چی که ما از آنها گرفتیم، خواه مال و فرزند بود و خواه دیگر نمودی امتحان ها بود، اگر شخص مسلمان صبر کرد و دانست که خداوند داد و خداوند گرفت، آنها را مژده بده. کسانی که چون مصیبت به آنها رسید گفتند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. یعنی این گونه مسلمانان می دانند که همه آن مال و اموال، فرزندان و پدر و مادر و آن چی که در زندگی دارند امانت از جانب خداوند هستند و خداوند این امانت را به آنها گذاشت و کی که خداوند خودش خواهد این امانت را از آنها می گیرد و آنها جز این سخن دیگر هیچ چیز نمی گویند، ناشکری نمی کنند و می گویند که انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. و در دوام آیت خداوند می گوید که درود و رحمت پروردگارشان بر آنان باد که هدایت یافتگانند. یعنی این گونه شخصان وقتی که ما آنها را با مصیبت امتحان میکنیم، آنها میگویند که انا لله و انا الیه راجعون، ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. خداوند میگوید که این نفران، این شخصان هدایت یافتگانند، چون آنها حقیقت زندگی را فهمیدند، چون آنها فهمیدند که همه چیزی که آنها دارند از جانب خدا است و خداوند کی که خودش بخواهد این را از آنها میگیرد. بی روزگی آنها، نپرسیدن از این شخصان، چون الله سبحانه و تعالی اینها را امانت گذاشت. این مالی که ما داریم این امانت خدا است. این فرزندانی که ما داریم، پدر و مادر، خویش و تبار، آن چیزی که ما در حیات داریم همه اش امانت از جانب خداوند است. خداوند اینها را به ما داد و کی که خودش خواهد آنها را از ما نپرسیده آنها را باز میگیرد و ما باید به این تقدیر خداوند صبر کنیم و ناشکری نکنیم، سخنهایی نگوییم که خداوند را به غضب آوریم. امام ابن جوزی الکلبی رحمه الله میگوید صبر در قرآن از 70 مراتبه بیشتر ذکر شده است که این دلالت بر آن است که صبر در دین خیلی مهم است و جایگاه خاصی را دارد. یکی از علما میگوید که هر یک کاری خیر از 10 تا 700 ثواب دارد بجز صبر،
که اجر و پاداشی صبر نهایت ندارد و برای دلیل آیتی را از قرآن می آورد که خداوند می فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم انما یوفی الصابرین اجرهم بغیر حساب. یعنی به درستی که اجر صابران به پوری داده می شود و به حساب است. سوره زمر آیت 10. الله سبحانه و تعالی 7 چیز مهم را ذکر می کند که تنها بنده با واسطه صبر کردن آنها را به دست می آورد. یکم، محبت پروردگار به بنده اش، چنانه که خداوند می فرماید والله یحب الصابرین، یعنی خداوند صابران را دوست می دارد. سوره آل عمران آیت 146. پس دوستان عزیز، اگر ما بر مصیبت ها صبر کنیم خداوند ما را دوست می دارد. دویم، نصرت خداوند را. ما در آن حالت نصرت خداوند را در می یابیم که اگر از جمله صابران باشیم، چنانه که خداوند می فرماید ان الله مع الصابرین، یعنی خداوند همراه صابران است. سوره بقره آیت 153. و سیوم، مقام خاص در بهشت. خداوند برای صابران در بهشت مقام خاص آماده کرده است، چنانه که الله سبحانه و تعالی می فرماید اینها همان کسانی اند که به خاطر صبری که تحمل کرده اند غرفه های بهشت را مزد یابند و در آنجا به درود و سلامشان بنوازند. سوره فرقان آیت 75. دوستان عزیز، ببینید در این آیت خاص برای صابران گفته است که غرفه هایی هست که به خاطر صبر کردنشان به آنها داده می شود. و چهارم باشد اجر و ثواب بی پایان، چنانه که خداوند می فرماید مزد صابران به حساب و کامل ادا می شود. سوره زمر آیت 10. و 4 تای باقی مانده در این آیت های در بالا ذکر شده هستند. یکم، بشارت دادن به خرسندی. خداوند می گوید و بشیر صابرین، یعنی صابران را بشارت ده. بشارت این خبر خرسندی است، خبر خوب است که آنها را در روز قیامت اجر بزرگ منتظر است. دیگرش باشد صلوات پروردگار به صابران و این چنین رحمت پروردگار به صابران. و آخرش باشد هدایت پروردگار به صابران، چنانه که خداوند در سوره بقره آیت 157 می گوید صلوات و رحمت پروردگارشان بر آنان باد که هدایت یافتگانند. یعنی شخصانی که صبر کردن بر مصیبت ها، بر امتحان ها، بر ترس، بر خوف، بر گرسنگی و همه آن مشکلاتی که در دنیا به سر آنها آمد، آنها صبر کردند، پس آنها از جمله هدایت یافتگانند. این را خداوند به ما خبر می دهد. دوستان عزیز، خلاصه درس این است که خداوند در این حیات ما را امتحان می کند. به ترس، به گرسنگی و فقیری، به بیماری، به نقصان در زراعت، به از دست دادن مال، از دست دادن فرزند، از دست دادن پدر و مادر، خویش و تبار و یار و دوست و آن چیزی که ما داریم. پس مسلمان حقیقی باید صبر کند و باید نیتش این باشد که خداوند داد و خداوند گرفت. پس صبر کردن در کار، رضای خداوند در صبر است. اگر ما صبر کنیم و اجر این صبر را خداوند در روز قیامت به ما می دهد. وللآخرة خیر لک من الاولی، آخرت از این حیات بهتر است، اولاتر است. پس ما باید در این دنیا در فکر آخرت باشیم و آن مصیبت و امتحان هایی که به سر ما می آیند آنها را با صبر جمیل و راضی بودن به قضا و قدر خداوند گذرانیم. این بود پایان درس امروزه. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک
ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.